سلام و درود خدمت هموطنان عزیزمون. امیدواریم که روز خوبی داشته باشید. من به فکرم رسید که این ویدیو رو امروز استوری کنم در صفحه اینستاگرامی، به دلیل اینکه این روزا شاهد یک اتفاقاتی در هلند هستیم در بحث خشونت خانگی و اینکه خیلی از بانوان محترم از ایران میان اینجا ازدواجی و همسرانشون متاسفانه بعد از یک مدتی با بهانه‌های مختلف به نوعی میگن که تو به درد من نمیخوری، ما برای هم ساخته نشدیم و اینکه باید خاک هلند رو ترک کنی، من دیگه اسپانسرت نمیشم، گارانتی هم نمیدم و از اینجور مسائل. خب اینا خیلی دردناکه. من به عنوان یک مرد همیشه عقیدم برای این بوده که مردها میتونن روی یک کارتون هم حتی بخوابن روی زمین، میتونن روی صندلی پارک هم بخوابن و هر حال تو ماشینشون هم میتونن بخوابن اگه مشکل دارن با پارتنرشون. ولی خانوم ها خیلی فرق دارن، یعنی به هر حال باید اون ارزش و احترام و اون غیرت و اون مردونگی رو به نوعی حفظ کرد. ولی خب متاسفانه ما در هلند شاهد این مسائل هستیم و جای تأسف داره از یه قسمت دیگهش که خیلی از کسانی که دارن تبلیغات مهاجرت میکنن، کسانی که فرش قرمز برای هلند پهن میکنن و باعث میشن این عزیزان فکر کنن که اینجا همه چیش اوکی هست، همه چیش توی روتین خودش هست و بهترین امکانات هست. بله، بهترین امکانات در هلند وجود داره، ولی نه به اون حالتی که تبلیغ میشه. حتی در بحث ازدواج که الان میخوام در موردش حالا سعی کنم کوتاه و مختصر صحبت کنم، که باز هم از این طریق باز آقایون فرش قرمز پهن میکنن و اینکه از عاشقی شروع میشه، طرف میارن اینجا و بعد از یک مدتی خوششون نمیاد و میگن که خب حالا قدرت دست ماست، یا اون چیزی رو که حتی ما میخوایم انجام میدی، اون چیزی که من میگم، یا نه من دیگه اسپانسر نیستم و برو دنبال زندگیت. حالا یک سری از بانوان محترم خب متاسفانه مشکل خشونت خانگی رو پیدا میکنن با ضرب و شتمی که به هر حال بهشون وارد میشه. یک سری هم نه، به هر حال به اساس دعوا و جر و بحث و اینها مجبور میشن خونه رو ترک کنن، بیان توی خانه های امن. خب سقف خانه های امن هم در حال حاضر پر شده، ظرفیت نداره. الان خدا رو شکر باعث افتخار هست ما بابا ناصر رو داریم که باز ایشون تمام تلاش و انرژی رو میذاره که سرپناه بده به این عزیزانی که به هر حال آواره خیابون میشن، به خصوص بانوان محترم. جمله کلامی که میخوام استفاده کنم برای آقایون عزیز، مردهای با غیرت. وقتی که تصمیم میگیری ازدواج کنی، یک نفر رو از ایران بیاری که اینجا باهات زندگی کنه، قبلش این عهد و پیمان رو باهاش ببند که اگر اومد اینجا با هم بحثمون شد، دعوامون شد، احتمال داره من از خونم بندازمت بیرون و تو هیچ سرپناهی برای خودت نداشته باشی. حداقل قانون رو براش تشریح کن، وعده و وعید نده. چیزی که ما الان داریم میبینیم متاسفانه من نمیدونم چرا بعد از اینکه حالا بانوان تشریف بیارن اینجا، بعد از چند ماه، 6 ماه، 7 ماه، گاهی اوقات 3 ماه، گاهی اوقات اصلا 2 هفته من میبینم خانم رو بیرون میکنن از خونه، از قدرت توان خودشون استفاده میکنن. خب این کار خیلی اصلا قشنگی نیست. شما باید مواظب کارمای رفتار خودتون واقعا باشین، چون این برگشت داره، همینجوری هم نیست. ولی یه چیزی رو میخوام خدمت همگی اعلام کنم، از همین الان به آقایون عزیز بگم، اگر میخواید ازدواج کنید
قبل از این که کسی رو بیارید اینجا قشنگ راهنماییش کنید، بهش بگید که اگر نتونستید با هم سازش کنید این اتفاقات خواهد افتاد، که اون شخص بدونه که اگر این اتفاق قراره براش بیفته خب مسلما ازدواج نکنه با کسی که داره میگه قدرت اقامت تو در دست منه. نه اینکه همینجوری بیاریش بعد رهاش کنی، بعد بگی که به من هیچ ارتباطی نداره، اصلا نه غیرتی نشون بدی نه مردونگی، و برای خودت سرتو بذاری رو بالش، جای گرم و نرم خودت بخوابی، خانومت آواره خیابون باشه، تو خونه این و اون بهش جا بدن، اونم با به قول معروف استرس. این اصلا چیزی قشنگی نیست. خواهش میکنم در این زمین ها قشنگ فکر کنید قبل از اینکه میخواید با کسی ازدواج کنید. دوم این که اونطوری هم که شما فکر میکنید نیست، که اگر با خانومی این رفتار رو بکنید بیارید اینجا بعد بگید که من دیگه تعهدی نسبت به ندارم، به آینده اعلام میکنم که دیگه پارتنر من نیستی، من میتونم از الان به شما بگم که ما در صدد این هستیم که وقتی آقایی اومد این کار رو با اون خانم کرد، پرونده رو هرچه سریعتر ببریمش دادگاه و اون آقا رو جریمه کنن، برای خاطر اینکه دیگه به خودش اجازه نده به این نوع با خانم رفتار کنه، و اگر میخواد خانم رو هم برگردونه و نمیخواد نگرش داره، حق و حقوقش رو بده، خسارتهاش رو بده. خب و میتونه این خسارت ها حتی روزی 500 یورو هم باشه تا ماکس 50,000 یورو. این احتمالات هم باید آقایون در نظر بگیرن. به این راحتی دیگه نیست که شما فکر میکنید که هر کاری دوست داشتید با بانوان محترم انجام بدید. من به شما پیشنهاد میکنم که در این زمینه خوب فکر کنید قبل از اینکه میخواید پارتنرتون رو از خونه بیرون کنید. حالا سر مسائلی که اصلا به نظر من این مسائل خیلی کوچیک هست ولی بزرگ میشه به مرور زمان و در نهایت در آخر تبدیل میشه به این اتفاقاتی که افتاده. پس خواهش میکنم که دست از خشونت خانگی بردارید، دست از زور بردارید و تلاش کنید مردانه رفتار کنید. دور بشید از این که بخواهید، ببخشید این جمله رو مجبورم بگم، با نامردی و با بی غیرتی پارتنرتون رو بندازید تو خیابون و بگید که خب من دیگه نیازی ندارم بهش. این واقعا جای تأسف داره. این در شأن ماها نیست، در شأن ایرانی نیست، در شأن فارسی زبانان نیست. بیاین حداقل به خودتون بیاید تو این زمینه، چون واقعا این روزا من خیلی دیگه دارم این مسائل رو میبینم و واقعا رسیدم به اون نقطه‌ای که باید یک حرکتی رو حقوقی انجام بدیم تو این زمینه که جلوی این عملکرد گرفته بشه. و اینکه اگر هم میخواهید از پارتنرتون جدا بشید، نمیخواهید باش زندگی کنید، این حق مسلم هر کسی هست، ولی باز هم با دوستی، با منطق، با آرامش، همونطور که با هم ازدواج میکنید با خوشحالی، با همون ترتیب هم از هم جدا بشید. نه با جنگ و دعوا، نه با به قول معروف این حرکات زشتی که داره انجام میشه. این اصلا کار قشنگی نیست، واقعا قشنگ نیست. من دیشب ساعت 12:30 شب یه خانمی به من پیام داد که 6 ماه اومده، پارتنرش از خونه انداختش بیرون، کتکش زده و الان آواره توی خیابونه. خب خدا رو شکر یکی از هموطنا بهشون جا داده و حالا با تلاش بابا ناصر انشالله با امید خدا برای ایشون یک جایی فراهم خواهد شد و ایشون رو کمک خواهیم کرد. به همین دلیل من الان دارم میرم وکالت رو از ایشون بگیرم که کاراشو استارت بزنم، چون خب به هر حال کسی که نه پول داره، نه مسیر رو بلد هست، نه جایی میتونه بیاد، به قول معروف ما نمیتونیم دست به دست بذاریم
بشینیم تو دفترمون بگیم که آقا شما حتما باید تشریف بیاری. خب البته خب وقتی تشریف بیارن دفتر خب راحت تره، ولی خب گاهی اوقات هم باید به این منطق نگاه کنیم که همه چی این نیستش که توی موقعیت هایی که خاص هست ما اون غرور رو داشته باشیم که حتما باید طرف تا دفتر من بیاد این وکالت انجام بده، با توجه که میدونیم از نظر مالی اوکی نیست و نمیتونه، مسیرها رو بلد نیست. خب یه قدم هم ما برداریم به نظر من بد نیست. امیدوارم همکارای دیگه من هم به همین نوع رفتار کنن و اینکه همه چی رو در این نبینن که فرض کن من یک وکیلم یا مشاور حقوقی هستم و باید طرف حتما بیاد دفتر من کارش رو انجام بدم. موقعیت ها رو هم بشناسیم. امیدوارم که آقایونی که این ویدیو رو گوش میدن واقعا به این امر توجه کنن که روشی رو که استارت زدن تو این زمینه روش قشنگی نیست. البته از اونجایی که خب به هر حال داریم پرونده هایی رو هم که خانوم ها این حرکات رو انجام میدن، ازدواجی، طرف میاد اینجا بعد اون آقا باز آواره خیابون میشه. ولی خب میگم آقا رو باز میشه یه کاریش کرد، به هر حال اون یک مرده، ولی خانوم رو واقعا نمیشه، باید حتما کمکش کرد. ولی خانوم ها هم حواسشون باشه اگر شما با کسی ازدواج میکنید میاریدش اینجا، حداقل شما هم این حداقل که نه دیگه واقعا این اطلاعات به اون شخص بدید که اون بنده خودم نیاد اینجا آواره بشه. این اطلاع رسانی رو بکنید. من اون چیزی که گفتم در رابطه با آقایون برای خانم‌ها هم صدق خواهد کرد. اونها هم آقایون هم میتونن از طریق دادگاه حق و حقوقشون رو مطالبه کنن. این نیستش که ما بتونیم فقط بگیم با یه دونه فرم من رفرنس خاپ یا اسپانسریمو پس گرفتم و هرچی باد و باد. نه، اصلا همچی چیزی نیست. امیدوارم که از امروز شاهد این مسائل نباشیم و بین خانواده ها سازش باشه، با آرامش زندگی کنن، از زندگیتون لذت ببرید، چون دنیایی نیستش که شما فکر کنید که همه چیش با پول تأمین میشه. بله با پول تأمین میشه، ولی همه چی پول نیست. آرامش، سازش و احترام به همدیگه گذاشتن یکی از به نظر من مهمترین مسائلی هستش که ما باید بهش توجه کنیم. سرتون بیشتر از این درد نمیارم، گفتم به هر حال این ویدیو رو استوری کنم که بلکه بشه هم اطلاع رسانی کرد، هم این که از عزیزانمون بخوایم که بیان تو کارهایی که انجام میدن، کارهای اشتباه، بیان یک بازبینی مجدد داشته باشن و اگر مشکلی ایجاد شده اون مشکل رو هرچه سریعتر برطرف کنن. با امید روزهای خوب، روزهای شاد و عالی برای همه عزیزان. روز خیلی خوبی داشته باشید.